الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مسئله طلب اجره کردن به خاطر تعلیم قرآن یا اینکه فقه درس دادن یا اینکه اذان مؤذن وقتی که در مسجد اذان میگه یا اینکه امام باشد آنها طلب اجره کرده میتونن. یعنی که یک نفر مؤذن باشد میتوند که اونجا اگر که طلب پول بکند، یعنی که بگوید من 5 وقت نماز همینجا آمده مثلا اذان میگم، دیگر که از به اذان مشغول هستم، میگم راه دور رفته نمیتونم، همون طلب اجاره که یعنی که اجره کرده میتوند یا نه. یا اینکه استاد قرآن باشد، از صبح بگیم تا بگاه قطعی طالب علم هاش مشغول هست، یا اینکه استاد فقه باشد. در این مسئله در هدایه شریف ذکر کردگی هست نزد حضرت امام اعظم رحمه الله این چیزها جایز نیستند. بالاخره در دیگر شروح ها و کتاب هایی که از جمله صاحب هدایت در آخری کلامش میفرماید که برای اینکه طلب اجره کردن یا اینکه مثلا اینکه مزد مهنت چه استاد قرآن یا اینکه استاد فقه یا اینکه انسان اذان گوینده اگر بگیرد جایز است، میگد به همین فتوا هست. علت در چی است که حضرت امام اعظم رحمه الله ناجایز دانستند؟ متأخرین در تمام فتوای ما و شما فتوای احناف اجازت دادن. علت چنین صاحب هدایه رحمه الله ذکر میکند که چون که توانی در امور دین شدگی است، میگد یعنی که سستی شدگی است، که در کار و بار دین دیگر مردم هم پریشان دنیا هستند. وقتی که اگر این حالت میگه ما منع کنیم، میگد ضایع میشه حفظ قرآن. به همون خاطر فتوا به همین است که اجازت هست. و دیگر صاحب کنز هم ذکر میکند که با قول حضرت امام اعظم مثلا یک کس اجاره طلب کردن، استئجار کردن، این چیزها جایز نیستن، به خاطری که هست صاحب کنز هم نیز ذکر میکند، میگوید که طلب اجاره کردن که به اجره کسا با اینکه به اذان، حج یا که امامتی یا که تعلیم قرآن جایز نبود، میگه به قول امام ابو حنیفه رحمه الله. با بعد از اون که گفت که فتوا امروز با جواز همی است، استحسان دانستن علما، خوب دانستن و خیر دانستن، در همین خوبی زیاد دادن که برای تعلیم قرآن جایز است. شیخ زیلعی در شرح همین فرمودگی است که مذهب متأخرین از مشایخ ما، مشایخ بلخ خوب دانستن و گفتند که اون علمای ما که وقتی که در زمان آنها بیت المال بود و از آنها بگیم برای آنها یاری میشید و اهل علم بسیار مثلا که دستگیری میشید، به همون خاطر همون علت دیده که همون حالت همون زمان دیدن که اهل علم بسیار به قدر هستند و دستگیری آنها زیاد هست، ناجایز دانستند. چون که هست برای رساندن دین اصلا اجره نگیرد باید انسان. اما میگد که رفته که وقتی که زمان به فسادی بسیار شد، آمیخته شد، دیگه اهل علم اکرامش خیلی کم شد، خاصتا مثل از حالی مثلا مدرسین، از حالی بگیم که علمایی برای که تعلیم میدهن دیگه مردم بی پرواشیدن، به همون خاطر انسان هایی که میخوان فرزندشون بخوانن در اونجا، اونها میتونن که طلب اجره کنن. نه که اینم در جای چند تا قاعده ها هست که به قدر ضرورت، از حد اندازه زیاد نه، همون قدری که محتاج یکم نفر نشود و دیگر که هست اون احتیاج نشه به کار کردن دیگر که از تعلیم دین پس روی شود و مثلا که کنده شود. در کتاب ذخیره هم نیز میفرماید که یعنی که گرفتن اجاره در زمان ما خیر هست، جایز است برای امامم نیز، مؤذنم و معلمم اخذ اجره جایز هست. و در رویش همین صحبت یک چیز دیگر خبر کنیم که این اجاره طلب اجره کردن برای وقتی که حالت ضرورت هست و گفتیم که اون معلم ها مشغول نشوند گفته با کار دنیا، این فتوا پیش بود در مذهب شافعی رحمه الله، اجره گرفتن اجازت بود. در زمانش به فتوای شافعی ما خلاف بودیم به خاطری که هست اون حالت بالاشون نبود، حالتی که اونها ضرور باشن.
اما رفته که وقتی که ضرورت شد و همون چیزی که مثلا اینکه به خاطر اهل علم و قدمای ما به خاطر من کردن که رفته مانند فروختن علم بوری نشود گفته. اما این زمان ده اون حال نیست. این زمان ده اون به خاطر ضرور بودنش و سببهایی که الان آمده است، بیت المال نیست و دستگیری نیست و اولی که امروز میگن به اون چیزها نیست، اهل علم خاصتا مثلا حاجت هاشون بود کردن نمیتونن، مشایخ ما در کتاب های فتوا صراحتا اجازه دادن. و که هست قرآن خواندن یعنی که هدیه کردن برای مرده، برای اونم اگر اجاره طلب کنه یک نفرت، یعنی که اجره بدهد که من مثلا تو همین قدر پول میتونم یک ختم قرآن کو با گذشتگی پدری من یا اینکه با مادری من، این حالت هم جایز نیست است. در این باره صحبت ها دراز هست، طولانی هست، اما در اینجا یک مختصرا میگیم که و در تراویح هم همچنین با اجاره یک قاری قرآن رو بیارن، چخیلی که ذکر کرده گستن در کتاب های فتوا از جمله رشید احمد ذکر میکند که تراویح در وقتی که یک قاری قرآن با اجاره بیارن بگند که مثلا که بیا با ما قرآن بخون ما تو همه پول میدهیم، این کارها جایز نیستن. و دیگر حضرت ابن عابدین رحمه الله ذکر کردگی هست در کتابشون شفاء الله علیل گفته و در رسائل ابن عابدین ذکر شدگی هست نیز که اجاره گرفتن برای یک نفر بیارید که مثلا که به اجاره اون قرآن بخوند، برای مرده ها مثلا که قرآن بخوند اون اجاره گرفته بیارید، اگر اینکه اجرهش میدین معین کرده بیارید، این کارها جایز نیستن. اما یک نفر مثلا فریاد میزنن که بیا با گذشتگی ما قرآن بخون یا که ختم قرآن میکنن ثواب اونا میبخشن، این دیگر چیز هست، این دیگر چیز، این جواز دارد. اما برای اون اجاره معین کردن یا اینکه اونا بگم که یک اولی که معین کردن که بیا مثلا که قرآن بخون، ما وقتی که یک روز قرآن خوندی مثلا در خانه ما با این قبول میتیم، اگر که درست خوندی قبول، این چیزها جایز نیستن اصلا. در تراویح هم جایز نیست از وقتی به اجاره قاری بیارن، اون جایز نیست از خی کرده. مردم وقتی که ختم میگذن بعضی قاری ها اونها را مثلا یگم چیز اکرامی میکنن، یگم چیز میدهن، اون یگم ضرر ندارند. اینجا در مسئله اجاره رفته است که به اجاره آورده اونا بگیم ختم قرآن بگذارنن و اونا مردم گوش بدهن. و بعضی شاید بگن که ما اگر اون خیلی نکنیم قاری قرآن حفظشون سست میشود، فراموش میکنن، این ضرورت نیست. اون میتوند که به اجاره بیاد قرائت کنند، یعنی یک ماه تراویح هست و شب ختم قرآن بگذارند و در روز تکرار کنند، یک ماه هیچ باکی ندارد. این سبب سستی در تعلیم نمیشود که ما اجازت بدهیم. اون اجازت که استحسانش دونستن همیره علمای ما، خیلی علمای بلخ خوبش دونستن و شیخ مرغلانی صاحب هدایت اجازات فتوا با همین از گفت این یک حالت ها اضطراری هستند که ضرور هستند که آنها وقتی که اجازت ندهند برای اجاره گرفتن معلم ها مدرس ها، علم ضایع شده رفتن میگیرد و سوس شدگی هستند مردم. چون که هست این خیلی نیست که یک ظروفی بگیم حالت های وزنینده، حالت های بد صبر کنن، علاکه مردم بگیم سوس شدگی در دین دیگر نمیخوان حالت های وزنینده صبر کنن و از پس کار زندگیشون بشون، دیگر علم از بین میرود. این چونین همین اگر فکر کنی اگر همون یک نفر کارگر هم باشد، یک معلم مکتب ها هم باشد، اگر اونا اولیگ ندهن، اونا دستگیر نکن، اون چخیل میاد در مکتب درس میگه و اونجا بگیم خانوادهش انتظار هست، هر اونا اولیگ میدهن و کوشش میکنن که اولیگش زیاد باشد و روز تا روز بلند شود تا اینکه از تعلیم کنده نشود. این چون علم دین بگیم امور دین این از همه چیزی ضرور هست، از تمام علم ها این فرض عین هست. یک تخصص گرفتن در یک ساحه مثلا که کسبی باید هر نفر کسب داشته باشه، طلب کسب حلال هم این چیزی که از فرض ها هست. اما پیش از همه این کرده وقتی که حرام حلال نداند اگر اون نفر او خیانت به مردمش میکند. سبب خیانتی که امروز میبینید که خیانت و بگیم پارخوری و رشوه‌خوری همش از خدا دور بودن است. اگر نفر بداند از دینش خبردار باشد، هر آینه این کارها نمیشود. به همون خاطر هر خانواده کودکش فرزندش از کودکیش باید حرام چی است حلال چی است باید اونو بیان کنه که تا اینکه معلومات داشته باشن کودک‌ها و کلانسولا به طور اولا. همین سبب پریشانی، سبب پراکندگی و سبب همه بگیم پسروی این دور بودن از دین است.
والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.